در ناحیه بنام میر سعید علی حمدانی بخشیده به 10 سالگی قبول قانون درباره تنظیم انعنه و جشن و مراسم‌ها در جمهوری تاجیکستان با اشتراک فعالان ناحیه، معلمان، رئیسان کمیته‌های محل، اتحادیه‌های دینی و آخری سودمند دایر گردید. در این چاره‌بینی نمایندگان مرکز ملی قانونگذاری، سردار ریاست کاربازانان و عالی مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت ختلان اشتراک نموده عاید 10 سال عمل قانون مذکور با تحلیل‌ها برآمد نمودند. قید کرده شد که جهت عملی نمودن قانون مذکور در نزد مقامات‌های اجرایی محلی حکومت دولتی ولایت‌ها، شهر و ناحیه‌ها و جماعت‌های شهرک و دهات کمیسیه‌های دائمی محلی تأسیس داده شده است. دوام این سالها با رعایت قانون جشن و مراسم‌ها، معرکه‌های توی خانه‌داری خدنسور با خراجات‌های کم دایر گردیدند. رعایت طلبات‌های قانون امکان فراهم آورده است که ساکنان از خراجات‌های بیهوده خودداری نموده همین طور سطح زندگی خود را بلند بردارند. از روی اندیشه من محض قانون تنظیم انعنه و جشن و مراسم ها در جمهوری تاجیکستان یکی از قانون های مردمی بود که به نفع مردم بود، زیرا مردم تاجیک توانست که زیر این قانون از اسرافکاری، از خراجات های زیادتی، از کمبیزاتی خود را در کنار گیرد. در این جمع آمد اشتراکچیان عاید قانون درباره تنظیم انعنه و جشن و مراسم‌ها 10 سال عمل آن برآمد نموده اندیشه‌های خود را ابراز نمودند. همین گونه چاره‌بینی‌ها در دیگر جماعت‌های دهات گذرانده شدند. گزارش خواجه نظریف خدای نظر ظهورов از ناحیه بنام میر سعید علی حمدانی برای برنامه اطلاعاتی نوید.